بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. سلام عرض می کنم خدمت همه شما خوبان و عزیزان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید و هر جا که صدا و تصویر ما رو دارید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر لحظه زندگی زیباتر از لحظات قبلش باشه برای همه ما و شما به امید الله متعال. همچنان در برنامه سفره دل به همراه شما خوبان و سروران مسیر پر دغدغه ازدواج رو پیش میبریم و به هر حال مسیری که ذهن خیلی ها رو مشغول کرده و موضوع انتخاب همسر در برنامه‌های گذشته به همراه جناب دکتر موضوعاتی رو آغاز کردیم در این باب و صحبت کردیم و در برنامه امروز هم همچنان این موضوع رو ادامه خواهیم داد در باب انتخاب همسر و فنون و راهکارهای انتخاب همسر تا بدونیم که عزیزانی که همسر انتخاب نکردن علل خصوص و عزیزانی که دوست دارن همسر دیگری انتخاب بکنند، این حرف من به مزاج خواهران سازگار نخواهد اومد میدونم، اما بالاخره واقعیتی که هست دیگه، وقتی کسی میخواد انتخاب بکنه حداقل یک راهکاری باید برش داده بشه. و عزیزانی که مامان پدر و مادر، خواهر و برادر بزرگتر، دغدغه فکریشون این هست که فرزندشون و یا اینکه خواهر و برادرشون ازدواج بکنه، بهتر بدونیم که یک دورنمایی داشته باشیم، بهتر بتونیم که انتخاب مناسب تری داشته باشیم برای عزیزمون که میخواد ازدواج بکنه. به همراه جناب دکتر نور محمد و منای عزیز همراه شما موضوع برنامه امروز رو هم ادامه خواهیم داد. من به نمایندگی از همه شما خوبان عرض ادب و احترام و خوش آمدگویی رو به محضر جناب دکتر بعد از سلام تقدیم میکنم. خوش آمدید جناب. خیلی خیلی ممنون. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و دستاندرکاران شبکه و به هر حال از اینکه باز فرصتی در اختیار بنده قرار دادید تا در خدمت شما بینندگان عزیز باشم کمال سپاس رو دارم. همچنین عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما خوبان و بینندگان عزیزی که ما رو همراهی میکنید و همچنین شنوندگان عزیز رادیو جهانی پیام اسلام و امیدوارم که بتونیم با هم در این مسیر واقعا پردغدغه‌ای هست و مسیر بسیار مهمی هست. ما متاسفانه در این میدان یک سنگراهایی رو جلوی خودمون گذاشتیم، یک عادات و رسوم و نمیدونم تصورات اشتباهی رو داریم که نیاز هست که ما اصلاحش کنیم، به خصوص که به اصطلاح دخترامون بیشترین بها رو در این میدان به اصطلاح پرداخت میکنن. متاسفانه اینا رو با کمک هم، به خصوص با کمک جوانها، این بت‌هایی که ساخته شده اینا رو میشکنیم انشالله و یک زمینه رو درست میکنیم، زمینه فرهنگ سازی میکنیم در این میدان که بتونیم به شیوه درست هم دخترامون رو شوهر بدیم، هم پسرامون رو زن انشاءالله. امید الله متعال اجازه بده. محمد رسول الله اشهد ان علی عبد الله. الله اکبر، الله اکبر. بنده احمد عزیز افغان از تورنتو از کانادا زنگ زدیم. مریم هستم از فرانسه. امیر حسین هستم از بلژیک. من از شهر جرمنی گپ میزنم. من از سوئد زنگ میزنم، ایرانیم. من خواهر شما هستم، از اروپا و شما زحمت دادم. سلام علیکم، بنده عباس هستم از انگلستان مدام حضورتون میشم. جناب آقای انصاری. من محمد هستم از لندن. یه فاطمه از هلند شما را زحمت داریم. بله از هلند. نوررحمن هستم از اوکراین با تماس هستم. من رحیم هستم از ترکیه. فعلا در استرالیا در شهر سیدنی می باشم. من محمد از لبنان زنگ میزنم. من مادر محمد از کردستان عراق.
عبدالله هستم از آذربایجان. انا یوسف من لهواز. هاشمی هستم از ایران تماس میگیرم جناب افسری. من بخیر هستم از دبی زنگ میزنم. ما از بحرین زنگ میزنم. مادرم محمود اسم الله. آقای افسری از افغانستان مزاحم میشم. سلام، من هستم از تاجیکستان. من بلالم از کشور قزاقستان. محمد فاروقی از هندوستان. من حسین هستم از روسیه. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. در برنامه گذشته جناب دکتر درباره فنون انتخاب همسر و اینکه اولویت‌های ما در بحث انتخاب چه مواردی باید باشه نکاتی رو مطرح فرمودن که کلی هست. گرچه ما بیشتر توجه ما و بیشتر تمرکز ما در این برنامه روی انتخاب همسر برای آقا پسر هاست، یعنی انتخاب یک خانم برای یک پسر وقتی که مردی بخواد ازدواج بکنه خانمش چه ویژگی‌هایی داشته باشه، بیشتر در این باب از این دید داریم نگاه میکنیم قضیه رو و جریان رو. اما صفاتی هست که مشترک هست، یعنی به هر حال برای هر دو میتونه استفاده بشه. من جمله از مواردی که مشترک است برای هر دو مطرح شد موضوع بحث اسلام بود و موضوع هم عقیده بودن، علاوه بر اینکه دو طرفی که میخوان همدیگر رو انتخاب بکنن به عنوان همسر و بدونیم که همسر هم به این معنای این که در دنیا و آخرت با هم باشن، نه به عنوان این که فقط یک همخانه‌ای در دنیا داشته باشه شخص به عنوان یک زن، فقط یک خانمی در کنارش باشه که نیازهای انسانی و نیازهای و مایحتاج خودش رو در فضای چارچوب داخل خانه برآورده بکنه و براش مهم نباشه که بعد از مرگش چی میشه و در قیامت چه اتفاقی خواهد افتاد. همسر وقتی که صحبت میکنیم بحث دنیا و آخرت هست، بحث مسیری است که ما بر میلیاردها سالی که پیش رو خواهیم داشت و داریم در این مسیر میخوایم با ما باشه همسرمون و میطلبه که انسان در این موضوع دقت بکنه در انتخاب همسر در بعد اعتقادش و باورش، چرا که ما میدونیم در آخرت فقط موحدین هستن که با هم میمونن در بهشت و کسی که موحد نباشه طبیعتاً جایی در بهشت نداره و معناش اینه که اگر کسی با خانمی مشرک ازدواج کرد شاید در دنیا بتونه باش زندگی بکنه، والا حالا بحث شرعیش که مشخص هست، غیر از اون بود هم ما این بود رو باید مد نظرمون باشه که همسر ما در آخرت وقتی که به همراه ما نباشه و حالا مثلا مسیحی یا یهودی حتی که شرع اجازه داده با شرایط و ضوابط خاص ازدواج با مسیحی و یهودی با دختر مسیحی و یهودی رو، اما با این وجود ما در آخرت بحثی داریم که ما در قیامت یقینا با ما نخواهد بود اگر با این اعتقاد از دنیا بره، با اعتقادی که نسبت به دین اسلام یا باور اعتقاد خودش داره که باوری که قرآن نمیپسنده. علی کل حال موضوع بحث اشتراک در اعتقاد و نه تنها موضوع کلیت اعتقاد، حتی نحوه قرائت هر شخص و هر فرد از دین مبین اسلام و باور توحید و دیدش نسبت به مقدسات و دیدش نسبت به ارزش‌های دین مبین اسلام هم مهم هست. ما در برنامه‌های گذشته بارها جناب دکتر اشاره فرمودن که افرادی هستن که دیدشون نسبت به دین یک دید ارزشی است و هر حرکتی، هر رفتاری، هر کنشی، هر معنیشی برای اونها این اعتقاد این ثواب حساب میشه. فقط دین رو منحصر نمی‌کنن در چارچوب نماز و روزه و زکات و حج و پوشیدن حجاب و مسائلی مثل این و تمام رفتارها، اخلاقها، برخوردها، تعاملات، معاشرات، معاملات، همه اینها در دایره دین برای اونها ارزشه و همه اینها رو به یک اندازه
اهمیت میدن. خب همچین شخصی، کسی که مردی که همچین شخصیتی داره یا زنی که همچین شخصیتی داره، باید سعی بکنه با مردی و یا زنی مثل خودش ازدواج بکنه تا در زندگی دچار مشکل نشن. در مقابل گفتیم که قرائت دیگری برخی از ما در جامعه داریم از دین که فقط در چارچوب نماز و روزه و زکات و پایبندی به این مسائل هست و خیلی هم روی این موضوع حساسیت نشون داده میشه و چه بسا نوافل رو هم خیلی پررنگ طرف انجام میده، عبادت‌های نافله رو، و خیلی هم پایبند به اونها و اگر کسی این رو انجام نده شاید اون رو متهم بکنه در دینش، در اعتقاد و باورش. و همچین شخصی رو خب طبیعتاً نفری با اون دید اول با این شخص دچار مشکل میشه در زندگی و نمیتونه زندگی بکنه. و یا مثالهای دیگری که در این باب ذکر شد، نحوه قرائت هر فرد از این بسیار مهم است که ما بدونیم چگونه. یا مثالهایی که جناب دکتر فرمودن که ما افرادی داریم که دم مزاجن، جوگیر میشن، یک دفعه یک فضایی میاد، رمضان میاد ماشاءالله پایبندی کامل داره، بعد از رمضان همون آش و همون کاسه، یا هر اتفاقی که میفته طرف دیگه اعتقاد و باور و پایبندیش به دین مقطعی است و موسمیه، جوگیر میشه. جو که اومد این آقام جوگیر میشه، جو که خوابید این آقام میخوابه، مثل بیدی که با هر بادی بلرزه. اما اینها مسائلی هست که مد نظر باید باشه. مجرد این که ما وقتی که صحبت از دین میکنیم این معنی نیست که طرف چون مسلمونه، چون نماز میخونه، چون روزه میگیره پس مناسب هست. اخلاقش و برخوردش و قرائتش از دین برام مهمه. موضوع اولی که مطرح کردیم موضوع بحث دین و پایبندی به دین بود و موضوع دومی که مطرح شد، من خلاصه وار فقط به خاطر اینکه بحث رو میخوایم ادامه بدیم عرض میکنم خدمتتون، موضوع بحث صالح بودن بود. در خود بحث دین هم باز موضوع صالح بودن روش تاکید بیشتری میشه در بحث دایره دین، گرچه هر انسان مسلمانی باید صالح باشه، اما باز تاکید بر این موضوع و باز وقتی که حکایت برمیگرده به انتخاب یک خانم و یک خانم صالحه در روایات رسول صلی الله علیه و سلم بیشتر تاکید روی موارد خاصی از این هست. چون وقتی بحث ازدواج مطرح میشه اینجا صلاح در بحث ازدواج اون صفات خاص خودش رو میطلبه، چون ما در بحث ازدواج وقتی میگیم که باید صالح باشه ما یک سری مواردی رو که در حیطه فضای خانواده، در فضای چارچوب زندگی مشترک در چهار دیواری خانه نیاز داره یک شخص، اونها مهمتر هست و من جمله از مواردی که یک مرد باید در انتخاب همسر آینده خودش به عنوان صلاح اون مد نظرش باشه. یکی این که حضرت علیه السلام فرمود وقتی که رو میبینه اون شاداب بشه و اون شادابی و تراوت و خوشحالی بهش دست بده که میتونه بحث چهره رو هم در نظر بگیره و بحث شخصیت و رفتار. و موضوع دوم بحث این که اطاعت و فرمانبرداری داشته باشه، طبیعتا در چارچوب شرع مقدس اسلام همه اینها تعریف شده است از شوهرش و تا جایی که به هر حال رعایت میشه ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف قاعده کلی ما در اسلام داریم، همون حقی رو که مرد بر گردن زن داره زن هم بر گردن مرد داره. اما در کل فرمانبرداری از شوهر برای یک زن یک صفت بسیار خوب و پسندیده و مدح شده هست در آیات و روایات کلام الله مجید و اقوال رسول صلی الله علیه و سلم. و موضوع سومی هم که مطرح شد موضوع این بود که در فراغ شوهر این زن حافظ هر آن چیزی در داخل فضای خانه هست که به نوعی امانتی از طرف شوهر حساب میشه، چه از حجب و حیا و عفت خود شخص خود خانم و چه از بقیه مسائل فرزندانی که در فضای خانه هستند و یا اینکه مالی که در خانه هست و هر آن چیزی که در فضای داخل خانه به عنوان امانتی نزد همسر باقی میمونه و باید حافظ تمام امانت‌های شوهرش باشه یک خانم. و اینها رو چطور میتونیم تشخیص بده؟ چگونه حالا اینها بعد ازدواج تجربه میشه اما قبل از ازدواج چگونه اینها رو تشخیص بدیم؟ باز هم اشاره کردیم که با شناخت، با خبر گرفتن از دوستان، از آشنایان، با بررسی زندگی نامه شخص که در چه فضایی بزرگ شده، چگونه رشد کرده، چه مراحلی رو سپری کرده، چگونه زندگی کرده، چطور تربیت شده، در چه مقطعی باوری فکری رشد کرده، همه اینها در چه فضایی رشد کرده، در چه دوره زمانی رشد کرده، همه اینها میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه تا حدودی به هر حال بتونیم تشخیص بدیم که در چه میزانی ما میتونیم بگذاریم و چقدر ما نمره میدیم به شخص مقابل خودمون. از اون نمراتی که جناب دکتر گفتن برای هر کدوم از این موارد 10 تا در نظر بگیریم، گفتن 10 تا مورد رو ما ذکر میکنیم، 10 نمره میدیم به هر کدوم از اینها. از این 10 تا بعد همه رو جمع میکنیم، اگر 75 به بالا شد خوبه. حالا دیگه مطالعات 2 تاشو گفتن، فقط اسلام و صالح بودن رو که هر کدوم 10 نمره بدیم. جناب دکتر هنوز ما فکر کنم تا این 75 نمره راه طولانی پیش رو داشته باشیم. ان شاء الله سعی میکنیم که یک مقداری جمع بندیش کنیم و زودتر به اصطلاح
پایان برسیم ان شاء الله. حالا اگر جناب دکتر بخوایم موضوع رو ادامه بدیم، من گرچه خلاصه من طولانی شد مقداری، من معذرت میخوام از شما عزیزان، من باب این که چون موضوع مستمر هست بعد در جریان می بودن برخی از عزیزان شاید تازه به ما ملحق شدن، غیر از مواردی که اشاره کردیم بهش در هفته‌های گذشته، موضوع بحث پایبندی به دین و اسلام و تفاوت قرائت ما از اسلام و موضوع بحث صالح بودن، چه موارد دیگری حالا در لیستی که ما مد نظرمون هست بعد بنویسیم عنوان مواردی که مهم هست در انتخاب همسر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة والسلام علی حبیب و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. ببینید ما حرفمون از زندگی مشترک هست، پس ما باید یه زندگی هم داشته باشیم و یه زندگی مشترک هم. متاسفانه خیلی وقتاست که ما در محیطی که هستیم هم زندگی رو، معنای زندگی رو گم کردیم، هم معنای اشتراک رو. یعنی وقتی من میخوام یه زندگی مشترک رو به وجود بیارم، به معنای اینه که یک زندگی زناشویی رو میخوام به وجود بیارم. ما زندگی صداقت مشترک هم داریم، سالیان سال با هم با دوستامون توی خوابگاه ها، توی نمیدونم دانشگاه، محیط کار زندگی میکنیم. این هم یه نوع زندگی مشترک هست. اما اون زندگی مشترک یک فن و فوتای خاص خودش رو داره، یک نیازهای خاص خودش. ما میتونیم در کنار هم دوست باشیم، اما هر دو تا نفری که مثلا میتونن دوست باشن نمیتونن زن و شوهر بشن. طبیعتا. خب هر جایی به اصطلاح فضای خاص خودش رو داره، هر خانه ای، هر محیطی زبان خاص خودش رو داره. زبان دوستی و صداقت غیر از زبان زناشویی است. در محیط خانه ما 3 زبان داریم. یه زبانی داریم که زبان پدری مادری است. خب در مشکلات که در زندگی به وجود میاد، اینجا از همسر ما میخوایم که زبان مادری رو داشته باشه. در اداره و مدیریت خانه از شوهر میخوایم که زبانش زبان پدری باشه، زبانی که به اصطلاح سایبان داره، زبان امر و نهی داره، زبان مدیریت داره. زبان مادری همون زبان به اصطلاح دلسوزی هست، در کنار، در مشکلات همراه همسرش بودن، جوانب مثبت رو براش پررنگ کردن، نگذاشتن که ناامید بشه. یه زبان دیگه داریم، زبان زناشویی هست، زبان عشق هست، زبان محبت هست، زبان رحمت هست، زبان پررنگ کردن عاطفه هست. یه زبان دیگه هم داریم، زبان رفاقت هست. ما اینجا یک موردش فقط رفاقت هست که اون زبان به اصطلاح مشوره دادن هست، رأی دادن هست، منم در کنارت هستم و این موضوع رو ما میتونیم اینطوری پررنگترش کنیم و به اصطلاح به هدف برسیم. حالا یه مورد دیگه ای که به اصطلاح خیلی مهم هست، اینجا ما یه فضای یک خانم داریم، یه آقا داریم، یک مذکر و مؤنث نداریم. فرق این دوتا چیه؟ فرق مذکر و مؤنث اینه که مذکر و مؤنث یه چیز فطری هست، یه چیز فیزیولوژی هست. در انسان ها هست، در حیوانات هست. 2 تا گربه به هم میرسن، یه درزن بچه گربه میدن. خب اونجا منظورتون مراد بحث تفاوت یعنی جسمی و جنسی است یا نه شخصیتی؟ یعنی ما اینجا چرا ازدواج میکنیم؟ آیا من ازدواج کردم فقط برای اشباع بعضی از غرایز جنسی خودم؟ اگر اینه مد نظرم، از این زاویه نگاه میکنم. از این زاویه من چی میخوام؟ یه زن میخوام، یه مؤنث میخوام. یه مذکر دنبال یه مؤنث است، یه مؤنث دنبال یه مذکر است. خب این اشباعش هم ساده است، به زودی اشباع میشه، تموم شد رفت. بعد از اون میمونه که چیکار کردم. اینه که ما وقتی که چرا میگیم وقتی میخوایم ازدواج کنیم باید عقربه احساساتمون رو بیاریم رو صفر، هم مسائل روحی رو در نظر بگیریم، هم مسائل جسمی رو در نظر بگیریم، هم ابعاد فکری و به اصطلاح فرهنگی رو در نظر بگیریم، همه ابعاد اجتماعی رو هم در نظر بگیریم. حالا مثلا یک ازدواج که میشه، عفت و حیا نقش بسیار عمده‌ای رو داره. ما الان باید ببینیم که طرف مقابل ما چند میگیره در به اصطلاح عفت و حیا. آیا واقعا زن هست که میتونه همسر باشه، میتونه مادر باشه، میتونه همسر باشه، یا یه مؤنث هست فقط؟ خب مؤنث و زن چه فرق دارن؟ مؤنث همیشه میخواد که نشون بده مؤنثه. چه کار میکنه؟ حرکت هایی که به اصطلاح بیانگر این باشه که من
یه جنس مؤنث، انگار که شک داره که جامعه اون رو اطرافیان شک دارن تو مؤنث بودنش. همینی که بیاد مثلا ژست بده تو خیابونا، همینی که بیاد به اصطلاح اندامش رو عرض اندام کنه با لباسش، با پوششش، با نحوه رفتارش، با حرف زدنش، با یعنی معناش چی است که طرف میاد مثلا تو یک خیابون با یک کفشی که به اصطلاح پاشنه‌اش 1 متره تق 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 تو خیابون راه میره، خودش هم نمیتونه خودش رو به اصطلاح کنترل بکنه، احتمال داره بیفته، پاش بشکنه. همه اینا معناش چیه؟ تو میخوای راه بری یا میخوای جفتک بزنی؟ مد برای کی هست؟ مد برای مؤنث هست، مد برای زن نیست. زن چی داره؟ زن در مقابل این حشمت داره. هرچه معانی زن بودن در جنس مؤنث بیشتر باشه، به همین اندازه اون قدرت ها جاذبیتش بیشتر میشه و قدرت زنانگیش بیشتر میشه. این معانی زن که شما فرمودید چیه این معانی؟ مثلا معانی زن بودن یعنی چی؟ یعنی یک حشمت و حیا از سیمای زن هست، عفت از سیمای زن هست. هر چه زن با اون پوشش و سیمای زنانگی بیشتر باشه، هم زنتره. ببینید مثلا خیلی عادی است، میبینیم اینو به چشای خودمون میبینیم. یه خانم با به اصطلاح پای بند روستایی، این برای ما مثلا 10 تا فرزند میاره. درسته؟ خب خیلی راحت، نه نیاز به پزشک و نه نمیدونم خیلی زایمان طبیعی داخل خونه با همکاری 1-2 نفر و بعد از هر بچه‌ای میاد، هر سال یه بچه میتونه بیاره. یعنی چی؟ لحاظ جسمی هم خیلی قوی تر است. یعنی اینی که اون هورمونای زنانیش ممتازه. خب در مقابل اون یک زن شهری به اصطلاح کارمند که نمیدونم سیمای مردانگی توش بیشتر رشد کرده، این خودش رو میکشه تا حامله بشه. یه بچه آورد، بچه دوم بعد 8 سال دیگه اگه بیاره، نه اینکه نمیخواد، میخواد، در به اصطلاح نه دکتری رو رد زده، نه نمیدونم جادوگری رو، نه مزاری رو، نه پیری رو، نه قوسی، اما نمیتونه. چرا؟ چون هورمون‌های زنانگیش افت کرده. تا هرچه زن خودش رو به مردها شبیه تر کنه، زنانگیش رو بیشتر از دست میده. خب به همین صورت خب تأثیرش رو زندگیش تأثیر منفی میذاره، مرد هم، و به همین صورت تو چشم مرد میفته. یه مرد چی میخواد؟ یک زن میخواد، زنی که هرچه به اصطلاح سیمای زنانگیت اون هویداتر باشه. و از مهمترینش همین حیا هست، واجب حیا. در مرد هم همینطور، هرچه مرد خودش رو به زنها شبیه تر بکنه، اون سیمای مردانگیشو از دست میده، در جامعه زشتر میشه. شما یه مردی رو ببینید که مثلا خودش رو رفته آرایش زنانه کرده، ابرو برداشته، موهاشو دراز کرده مثل زنها، لباسهای رنگ لباسش رو مثل خانوما بیشتر انتخاب کرده، شیوه راه رفتنش زنانگی شده. همه وقتی نگاه میکنن چی رو میبینن؟ یه چیزی عجیب. یعنی مثلا ما بیایم یک به اصطلاح عرض معذرت یک میمونی رو بیاریم، یه لباس انسان تنش کنیم تو خیابون بذاریم، چی میشه؟ همه نگاه میکنه اینجا رو باش چی هست؟ یه چیز خلاف فطرت انسانی، یک وصله ناجوره براش، یک وصله ناجور. همینطور اگر مرد شکل زن پیدا بگیره به خودش یا زن شکل مرد، و این تأثیر فیزیولوژی رو خودش هم میذاره، این مرد رو میبینیم وقتی ازدواج میکنه موفق نیست، قدرت مردانگی و قدرت مذکریش رو از دست میده. خب میبینیم که جون میکنه که مثلا بچه دار بشه، بچه دار نمیشه. خب اینا همه تأثیر داره. حالا من میخوام که مثلا ازدواج کنم، خب حالا من چطور بفهمم که این واقعا یه زن هست یا نه؟ خب میخواد بره خواستگاری برای این من میرم خواستگاری برای این خانم. ببینید حضرت علی رضی الله عنه یه جمله زیبایی دارن، میفرمایند که یک انسان تا دهنش بسته است نمیشناسیش، بذار حرف بزن، تکلموا تعرفوا، حرف بزنید تا شناخته شده بشید. خب حیا و عجب یه چیزی هست که نمیشه پنهانش کرد.
و نیاز زیادی ما نداریم که ذره‌بین بگیریم یا بریم دنبال بگردیم که حیا هست یا نیست. حیا موج مثلا من داریم میریم تو خیابون، 4 تا جوون سر کوچه وایسادن، ما با بچه‌مون چه میگیم؟ همین که از دور دیدیم، از 2 کیلومتری دیدیمشون، میگیم بچه‌ها بریم از اون کوچه، اونجا 4 تا لات ایستادن. از کجا فهمیدیم اینا لاتن؟ از همین محل ایستادن اینها و شکل و قیافه ایستادن، فقط از ایستادنشون ما فهمیدیم جایی که ایستادن، شکل ایستادن. حیا و عجب یه چیزی که داد میزنه، تو هر انسانی داد میزنه. در قصه ی حضرت موسی علیه السلام اگه یادمون باشه، رفت به کنعان، اون دختر خانمه که اومد چطور راه میرفت؟ قرآن چه میگه؟ تمشی علی استحیا. تمشی علی استحیا. خب راه میرفت، همه راه میرن. از شیوه راه رفتن فهمیدیم که این دختره با حجب و حیاست. از شیوه سخن گفتن ما اینو میفهمیم. خب وقتی میریم تو خانواده میبینیم که این چطور برخورد میکنه، وقت در مقابل باباش چطور حرف میزنه، با مادرش چطور حرف میزنه، با پدر با خواهر برادراش چطور حرف میزنه. خب این رو در یه دید ما میخونیم. هر دینی، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند که هر دینی یک اخلاق ویژه داره. اخلاق ویژه اسلام چیه؟ حیاست. یه روزی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که از صحابه رو دید که برادر کوچیکشو گرفته و به اسلام میگه که تو خجالتی هستی، داداش این کار نکن و نمیدونم فلان الا. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن نه ولش کن، منش نکن، این حیاست. الحیا لا یأتی الا بخیر. و حیا همیشه مصدر خیره. خب اینه که ما وقتی که یک خانومی رو باشه، یک دختر با حیایی رو باز ازدواج میکنیم، دیگه اون محیط خانواده محیط یه خانواده میشه دیگه. حالا جناب دکتر، چون بحث حیا شد و بحث شخصیت، الان ما وقتی که از حیا صحبت میکنیم در شناخت فضاهای مختلف، ما یک فضای روستایی داریم، مثلا یک فضای شهری داریم، یک فضای جامعه اسلامی داریم که حداقل مظاهر اسلامی درش رعایت میشه، و یک فضای جامعه اروپایی داریم و غربی داریم و مخاطبین ما الان خیلی از بینندگان ما در همین فضاهای مختلف زندگی میکنن. آیا الان تعریف ما از حجب و حیا در مناطق مختلف الان در یک جامعه روستایی، مثلا در افغانستان، تاجیکستان، روستاهای ما در ایران، و یا همین حجب و حیا در فضای شهری و یا همین حجب و حیا در اروپا و آمریکا، آیا این تعریف همش یک معنا، یک شکله یا نه؟ باز مثلا شاید یک حرکتی رو بتونیم بگیم که در جامعه اروپایی یا فضای شهری این اگر در روستا دیده بشه این رو بی‌حیایی فرض میکنه، ولی همین در جامعه شهری و در اروپایی معنای دیگری داشته باشه. آیا این تفاوت‌ها رو میتونیم ما معیار قرار بدیم یا نه همه باید به یک چشم دیده بشن و همه جا یک تعریف داره حیا؟ نه حیا به اصطلاح در فرهنگ‌های مختلف معانی مختلف پیدا میکنه. واسه همینه که ما بعد شخصیتی رو باید خیلی روش اهتمام بزنیم. مثلا یه فردی هست که دیدش از حیا، دید همون مثلا مثالی که شما زدید، مثال روستایی هست. این وقتی میاد از شهر زن میگیره باید این رو مد نظر داشته باشه. مثلا در عرف روستا بیرون رفتن از خونه و سر زدن به این اونو مثلا بازار رفتن، این با حشمت جو و فضای اونجا سازگار نیست. غالبا این گونه است. تو شهر رفتن به سر کار و نمیدونم این بازار رفتن و خرید و اینا با حیا عادی تره، اینا یعنی هیچ تضادی نداره. خب در عرف شهری. حالا یک شخصی هست آدم شکاکی هست، باید این از روز اول این رو مشخص کنه. خب آدم شکاک براش چه زنی مهم هست؟ یه زنی که سربیزیر باشه، مطیع باشه، فرمان بردار باشه، نره اینور و اونور. خب اگر اینطور نکرد فوراً همینه که این شکاک میاد روی 4 تا علامت استفهام میذاره، زندگی خودش رو داغون میکنه. در مقابل همینطور یه زنی هست که شلوغ هست، زنی هست که نمیدونم خب این زن که مثلا در این روابط اجتماعیش خیلی قوی هست، با همه به صورت روابط برقرار میکنه، سالمی هم داره، آدم سالمی هست، در یک محیط همچنینی بزرگ شده.
این مثلا براش چه شوهری مهمه یا چه شوهری مناسبه؟ این شوهری که همچنین ظرفیت برداشت همچنین زنی رو داشته باشه. یه شوهر شکاک دیگه الان واسه این مناسب نیست. زنی که به اصطلاح شکاک هست، وسوسه‌ای هست و اینا، این براش یک شوهر همچنین آرومی که زیاد روابط اجتماعیش خیلی کم هست، خب موفق تر هست. اینه که ما ابعاد شخصیتی و فرهنگی هر جامعه رو باید مد نظر داشته باشیم. واسه همین گفتیم که بعد مکانی خیلی مهم هست. درست. که بدونیم از کجاست. خب حالا اگر من این ظرفیت رو دارم، این رو میتونم برداشت کنم، خب میتونم از یک فضای دیگر به اصطلاح اجتماعی یا شهری یا نمیدونم روستایی زن بگیرم. خب زنی مثلا مردی که تو شهر با این رفتار شهری انس گرفته، مادرش کارمنده، خواهرش کارمندن، تو این فضا بزرگ شده. الان وقتی که به اصطلاح زن روستایی میگیره، این زنی که به اصطلاح با عرف روستا انس گرفته و نمیخواد از این عرف دور بشه و این رو مثلا جزئی از پایبندی بدین تلقی میکنه. یک نوع عادت کرده، با این فضا عادت هم کرده و نمیخواد هم عوض بشه. میدونه که این عرفی که تو چی هست، به اصطلاح اون پایبندی بدینش، یک به اصطلاح تصور سلوکیش از دین این رو اقتضا میکنه که من اینطور نمیتونم باشم. درسته. خب این وقتی میاد توی این فضا همه بهش طعنه میزنن، مفتخوره، نمیدونم فلان هست، علان هست. خب اینو باید به دو طرفی که میخوان ازدواج کنن همه این مسائل رو مد نظر داشته باشن و الا موفق نخواهند شد. وقتی که شما میاد یک غریزه رو میگیرید اشباع میکنید، 100 تا غریزه دیگه هم هست. اینی که ما میگیم که وقتی میخواد همه دنبال خوشبختی هستن، جوانای ما تا پا به زندگی میذارن هی نمیدونم دنبال کار و زحمت و اینا که چی میخوام ازدواج کنم. چند سال به اصطلاح زمینه سازی میکنه برای ازدواج، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر روابط اجتماعی، هم نمیدونم نقش بازی کردن، هم نمیدونم فلان. اما وقتی میاد وقت انتخاب میرسه میبینیم که خودش رو توی سیاه‌چالی میندازه که بعد نمیتونه بیاد بیرون. اینی که ما روی این زیاد تاکید میکنیم. آقا مثلا قضیه حجب حیا، این مفهوم حجب حیا در پیش شما چی هست؟ رو باید مشخص کنی، خودت بدونی. یعنی الان پسری که میخواد انتخاب بکنه اول بیاد خودش ببینه که من تعریف من از حجب حیا چیه و کیو میخوام. دقیقاً. بعد بگرده دنبال همچین آدمی. بله. وقتی هم که رفت به اصطلاح خواستگاری، دیگه نیاد بگه که ریسک کنه که نه حالا اینجوری هست، خب تو خونه من نیست، فردا که اومد خونه ما با این جو ما خواهد ساخت، اینطوری خواهد شد. این حرف خیلی ها میزنن. آیا شما نمیتونیم روی این حساب بکنیم طرف مثلا با توجه به شخصیت فردی خودش این احتمال رو بده که من میتونم روش تاثیرگذار باشم؟ این یه ریسک هست. خب کسی که به اصطلاح تو یک فضایی 20-25 سال تربیت شده، انس گرفته، حالا شما میخواید که این رو بیارید توی یه فضای دیگه تغییر بدید، این امکان نداره. خب و اگر هم امکان داشته باشه خیلی امکانش کم هست و به زودی هم اتفاق نخواهد افتاد. و به زودی اتفاق نخواهد. به هر حال 20 سال به این شیوه ساخته شده، به خصوص فضا تربیت به اصطلاح کوچیکی و این خیلی روی به اصطلاح تربیت خانوادگی به خصوص. همیشه مثلا ما میبینیم که تا حدود 90% دخترها کپی مادراشون هستن، پسرها کپی به اصطلاح مادر پدراشون هستن. این جو خانوادگی خیلی تأثیر میذاره در ساختن یه فرد. به هر حال این در اونجا خمیرش سرشته شده. حالا من میخوام که بعد از این که بسیار محکم شد و شخصیتی واسه خودش شد و اینو بخوام تغییر بدم، یا اون میگه که تغییر پیدا خواهم کرد، اینو نمیشه روش زیاد حساب کرد، چون یه ریسک هست. به هر حال الان اومد و عوض نشد، اون وقت چی؟ برای همین وقتی ما میخوایم ازدواج کنیم با همون وضعی که هست ازدواج میکنیم. حالا تغییر و تحولاتی به میل ما صورت گرفت، خب بهتر. نگرفت، اون وقت باید بدونیم که با همین وضع ما انتخاب کردیم، باید با همین وضع بسازیم. حالا تو همین موضوع حجب حیا جناب دکتر، الان در انتخاب فضاهای ما داریم که نسبتاً فضاهای آزادتری هستن. حالا مثلا شاید در فضای مثل دانشگاه، فضای محیط کار، یا فضاهای روابط فامیلی نزدیک اقوام خویشاوندان، مرد پسر میتونه مثلا تا حدودی
نظر بده و مطمئن بشه نسبت به حجب و حیای دختر خانمی که میخواد بره خواستگاریش، به خاطر شناخت و تعاملی که با هم داشتن، حالا دیده شنیده رفت آمد داشتن. فضاهایی هست که ما در این فضا پسر میخواد بره خواستگاری و هیچ وقت خودش نمیتونه اون دختر خانم رو اصلا ببینه، شاید اصلا اون عرف قوم منطقه قومی حالا رسمی که هست اجازه نمیده بهش که اصلا دختر خانم رو ببینه و رابطی هم که این وسط میره مادره، مادر بزرگ، خاله است، عمه است که یک سری تعریف های خاصی دارن خودشون. مثلا مادر بزرگ غالبا مادرها میرن دیگه، بزرگتر حالا مادر، خاله است، هر کسی که هست میاد، یا خواهر بزرگتر هر کسی که رفت. اینا یک تعریف خاصی خودشون دارن از حجب و حیا و عفت برای خودشون و من نوعی که میخوام برم، من میخوام ازدواج بکنم و زندگی بکنم، من تعریف دیگه ای دارم. الان من چطور میتونم مطمئن بشم که آیا واقعا اون گزینه‌ای که من میخوام انتخاب بکنم یا گزینه‌ای که حداقل انتخاب شده اون معیارهایی رو که من مد نظر من هست داره یا نه، با توجه به اینکه من خودم الان در ارتباط مستقیم نیستم با شخص. راه حلش چیه؟ چطور میتونم من این اعتماد رو حاصل بکنم؟ بارها شده من شنیدم از دوستان، حتی مادر بزرگ رفته براش خواستگاری، مادر براش رفته خواستگاری، مادر رفته برگشته گفته پسرم ماشاءالله ماشاءالله یه دیگه نبات مروارید اصلا. بعد طرف خب این دیده مادره، یعنی مادر احساس میکنه که حالا چون دوست داره مثلا طرف یک رفتار خاصی دیده از دختر خانم، نشست و برخواستش یا هر چیزی، فکر کرده دیگه همین همبارشش. اما وقتی که میبینیم در مرحله عمل اومده دچار مشکل شدن این دو نفر، این مشکل چیکار باید کرد؟ راه حل چیه؟ چیکار میکنیم؟ چون واقعا فراگیر این مشکل در جامعه ما. متاسفانه این عادات و رسومی که ما به اصطلاح دور خودمون پیچیدیم خیلی برامون مشکل ساز هست، به خصوص خانواده ها. ببینید خیلی هم زشت هست که پدر مادر خانواده این ظرفیت رو دارن که دخترشون رو میفرستن مدرسه، میفرستن بیمارستان، میفرستن نمیدونم این ور اون ور، خانواده ها دید و بازدید و اینا. همه جامعه حق دارن اون رو ببینن مگر منی که اومدم خواستگاریش یا منی که میخوام به اصطلاح با این خانواده وصلت پیدا کنم. این بت‌ها رو باید شکست. این تقالید و این عادات و رسوم جاهلی رو که باهایش رو خیلی سنگین هست. خب این دختره بعد از یه سال، بعد از چند ماه طلاق داده میشه، بعدش چی؟ مشکل. خب اینجاست همینجور آقا پسرها یه وقتی میره به اصطلاح ازدواج کار ساده ای نیست. برای هر دو خانواده هستن، نه تنها دختر پسر. بدنامی هایی که داره، آبروریزی هایی که داره، دشمنی هایی که به وجود میاد، همه اینها. حالا ما چرا اینا رو قبل از وقتش به اصطلاح درمان نکنیم؟ خب حالا ما این بها رو چون که جوونا بیشتر پرداخت میکنن، باید جوونا اینجا بیشتر مایه بذارن. برای شناخت این آقا پسر وظیفه داره، یک دیدی که به اصطلاح دید خودش هست، خب این رو باید داشته باشه. با دیدنش روی اینی که ببیندش، این رو نباید هرگز به اصطلاح این حق خودش رو ضایع کنه. هرگز روی به اصطلاح پیام‌های این و اون نباید اعتماد کرد. اوصاف مادر، نمیدونم خواهرها، اطرافیان، عکس میشه بهش اعتماد کرد. یک به اصطلاح یک تصوری رو به من میده، اما اون تصور من نیست، دید من نیست. ببینید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روی این خیلی تاکید دارن. طرف رفت ازدواج کرد، گفت دیدیش، ببین تو چشای انصاریا یک چیزایی که هست. یعنی چی؟ یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به این فرد اینقدر حق میده که با دقت نگاه کنه که تو یه جزئی از چش اون فرد شاید یک نقطه ضعفی باشه. نقطه ضعفی اینگه نیست، اما این رو پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این نقطه رو میخواد روش ترکیز کنه که آقا نه اینکه همیشه از دور یه دوربین زدم دیدمش، نه خیر، برو ببینش. و چرا ببین؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند نگاه کن به اون چیزی که ما یدعو الی نکاحها، به اون چیزی که شما رو تشویق میکنه با ازدواج با این فرد مقابل، یه چیزی که به اصطلاح باعث میشه که من ازدواج کنم، طرف رو قبول کنم، غیر از اون چیزی که شما آقای سلیمانی میخواید ازدواج کنید. دید من از ازدواج به اصطلاح هدف من از ازدواج غیر از هدف شماست. یک مواردی رو شما مد نظر دارید که اونا برای من مهم نیست، یه مواردی رو من مد نظر دارم که اونا برای شما چندان اولویت نیست. خب اینه که در این موارد باید هم جوونا هم خانواده ها همکاری کنن
که به همدیگه اینو برسن، بتونن که درک کنن که میزان حیا و عفت چقدر هست. حالا یک چیزی از یک صد راهایی هست، باید اینجا تفنن به خرج داد، نباید عجله کرد. خب حیا در خانواده ها به صورت عمومی از خانواده هم گرفته میشه. شما وقتی که میخواید از این خانواده زن بگیرید، خب خود خانواده دختره رو به اصطلاح سخته که به اصطلاح محیط اجتماعی اینطوری بافته شده، اما میتونم برادراش رو ببینم تو جلسایی که به اصطلاح نشسته میشه، دوستا رفیقا با هم هستن، این برادرها چه حرفایی میزنن، چه به اصطلاح متلکایی میپرونن. خب یک کسی فحش داد، نمیدونم اینا واکنششون چیه، یک اشتباهی صورت گرفت واکنششون چیه. پدر توی جلسه‌ای که آقایون نشستن، من هم سر گوشی آف دادم، میبینم که این پدر چطور حرف میزنه، شیوه راه رفتنشون، شیوه پوشیدنشون، شیوه برخوردشون با دیگران، سلام علیک کردنشون، اینا همه به من یک تصوری میده که حیا در این خونه چه معنایی داره. خب وقتی که میبینم که به اصطلاح احترام بزرگتر کوچیکتر، رفتارشون با بزرگتر کوچیکتر، برادرها، خانواده ها، بعد این خانواده تنها یه دختر که نداره، خب احتمال داره که چند تا دختر بزرگتر دارن که اینا مثلا عروس شدن. میرم سر میزنم به کسایی که فردا قراره همداماد بشیم، با هم همزلف بشیم با جناقا، برم به اصطلاح خونه هاشون به بهانه‌ای، حالا اونا هنوز خبر ندارن که من نیتی دارم که به اصطلاح برم اونجا، خب با اونا رفت و آمد. قبل از اینی که من بخوام به اصطلاح در این خونه رو بزنم، 1001 بهانه باید پیدا کنم تا برم با این خانواده آشنا بشم، خودم آشنا بشم، خب برادرام آشنا بشم، فضا رو به وجود بیارم، خویشاوندا برن به اصطلاح رفت و آمدی پیدا کنه، به هر بهانه‌ای شده، همکاری، نمیدونم پرسجو، رفاقت، به برادرش یه رفاقتی درست کنم فلان الان. خب به یک صورتی من با این خانواده باید آشنا بشم تا بدونم که اینا وزنشون در چقدره، و الا منم که باید حساب بدم. خیلی ممنونم جناب دکتر. اجازه بدید به همراه شما و بینندگان عزیز میان برنامه ببینیم، برمیگردیم همچنان با موضوع دیگر از موضوعاتی که مهم هست بعد از اسلام و صالح بودن و عفت و حجب و حیا. موضوع دیگری رو هم مد نظر خواهیم داشت، ان شاء الله با شما صحبت خواهیم کرد در این مورد بعد از میان برنامه. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، همچنان با شما هستیم با ادامه بررسی فنون و هنرهای انتخاب همسر. در ادامه موضوعی که جناب دکتر بسیار بازارش داغه و حداقل بین آقا پسرها بسیار گرمه و اولین چیزی که حالا در واقع اینجوریه، اولین چیزی که مد نظر همه است وقتی که میان میگن که فلانی به عنوان گزینه‌ای در انتخاب همسر آینده، اولین چیزی که میپرسن میگن خوشگل یا نه. برای پسرها که خیلی بازارش داغه، برای دختر خانم ها حالا خودشون بهتر میتونن. در باب چهره و زیبایی چه چیزهایی باید مد نظر باشه و چه مواردی رو باید مد نظر داشت؟ ببینید اینی که آقا پسرها یا هر مردی میخواد مثلا ازدواج کنه و خوشگلی رو مد نظر داره، این حقشه و نیاز طبیعی است، چون که یک جزئی، یک محرک اساسی که باعث میشه که مرد دنبال جنس مخالف باشه همون قضیه غریزه جنسی است.
و این غریزه جنسی هم میچرخه روی جمال و زیبایی و باید هم طرفی که بسیار حق داره که یک زن خوشگلی بگیره. اما یه موردی هست که خیلی ها بسیار ازش غافلن، اونی که زیبایی از نعمتهای الهی اینه که زیبایی نسبی است. یعنی چی؟ یعنی اینی که یه شخصی رو من فرشته میبینم، چشای من از اینو زیباتر نمیبینه. وقتی با شما من اشوره میکنم که این رو ببینم تعجب میکنید که بابا کجا زیبایی، چی که زیبایی هم در زیبایی 10 هم نمیگیره از 100. آهی در وسط نه، آهی در وسط چنگم به دل نمیزنه. واقعیت هم اینه، چون که دید من با دید شما فرق میکنه. اون چیزی که و نقشی که خیلی به اصطلاح تو این داره، اون بافت عقل باطن من هم هست. گذشته های من و خاطرات گذشته ها، خاطره ها، اونا مثلا یه خانومی وقتی من 1 ساله بودم، خب منو از دست مادرم گرفت، بوسید، یه شکلاتی دستم داد، اون خانومه از ذهن من رفته، این خاطره از ذهن من رفته، اما همین حرکت اون، همین برخورد اون در ذهن من تداعی کرده، این گذاشته کپی تو ذهن من ذخیره شده. حالا این دختره به گونه‌ای با اون خانم شباهت داره، تا من دیدمش ذوب شدم. خب این تو ذهن شما، تو عقل باطن شما نیست. خب شما اصلا تو اون زیبایی نمیبینید. برعکس شما در کوچیکی یک خانم معلمی داشتید که 2 تا سیلی به شما زد، شبیه این بود، تا دیدیش اصلا متنفر شدی. البته خانم معلم‌ها مهربون‌ترن. آقا معلمی بود زد مثلا از معلم‌ها کتک خوردم، از خانم معلم‌ها تا 4م دبستان خانم معلممون خانم بود، کتک نزدن ما. این مورد خیلی مهم هست. البته من کتاب قصه‌ای دارم به نام الکس در کتابخانه عقیده هست، یه قصهش همینه. فرشته نجات هست به عنوانش که آقایی میره خواستگاری، دختر کی رو میگیره؟ دختر یه معلمی رو میگیره که به اصطلاح تو کودکی خیلی ازش کتک خورده. چشای این دختره چشاش باباشه. الان این دیگه وحشت میکنه، اصلا نمیخواد ببینه، فرار میکنه ازش. این موارد خیلی مهم هست، برای همین دیدن باید ببینی. آقا پسر، خانم دختر، تا طرف مقابل رو ندیدی بله نگو. حالا نمیدونم آقا عکس میارن، به عکس قناعت نکن. آقا نمیدونم پدر مادرت رو، خواهرات رو فرستادی، به اونا قناعت نکن. اینا میتونه بله یک پیش زمینه بده قبل از اینکه بسیار ما بریم خواستگاری. قبل از اینکه بریم خواستگاری خب بافت جامعه اینطوری هست و فلان و هزار تا یه بهانه میارین. خب میگم آقا بره پدر مادر برن ببینن، حرف یکیشون هم قبول نکن، چون دید مادر از زیبایی غیر از دید توست. تو جوونی، مادر سال خورده است و تجربه کار هست. زیبایی در چشم مادر معناش غیر از زیبایی در چشم توست. کاملا. زیبایی در چشم خواهر غیر از زیبایی در چشم توست. برادر بزرگ زیبایی رو به گونه دیگه تعریف میکنه. پدر اصلا زیبایی براش یه معنای دیگه داره. پس شما باید خودت ببینی. عکس آوردن خب این یه مرحله است، میتونی مقداری ما رو نزدیک کنه. اما یه چیزی هست که باید ببینی. این عکس‌های جدید که جناب دکتر اینم فتوشاپ میشه و یک الان کار میشه و یعنی واقعیت، یعنی عکسایی هست که خودمون همه آشنان دیگه. انا مخاطبین و بیننده‌های عزیزم حتما دیدن دیگه. کسایی که آدمی رقاصی عکس میگیره میاد بیرون، خودش عکس خودش رو نگاه میکنه، باورش نمیشه که من همینم. اینقدر واقعا مشکل اعتماد کردن به عکس. حتی نه به عکس اعتماد کن، نه به حرفای این و اون. و این رو پاتو میذاری تو یک کفش که من باید ببینمش. این حقی که شریعت خداوند به شما داده. اگر خانواده دختر گفتن غلط میکنی، اجازه نمیدیم ببینی، بی خود میکنی، اصلا به غیرت ما برمیخوره، غیرت و ناموس ما اجازه نمیده، چطور ما دخترمون رو بذاریم تو بیاین و ببینیش و مگه بازیه، مگه نمیدونم چیه و چیه و چیه و هست. این تعابیری که واقعا در جامعه ما هست و میشنویم خیلی جاها، نه یک جا. و متاسفانه حتی خانواده هایی که ملتزمن، خانواده هایی که
شاید اگر ما بخوایم اونها رو در ردبندی های جامعه خودمون تقسیم بندی بکنیم جزء خواص جامعه اونا رو فرض می‌کنیم در بعد دینی، نه بحث مادی فقط. ولی حاضر نیست طرف، اجازه نمیده. پدر، برادر، عمو، دایی، این اون، ایشون ناموسشونه، غیرتشونه و ننگ قوم و این و ال و بل و همینی که هست. خاله، دایی، مادر بیان، نهایت این کارش اینه که خیلی که راضی بشن عکس پاسپورت و عکس شناسنامه و همین پاسپورت رو بدن ببره همون نگاه بکنه یا مثلا شناسنامه رو بدن نگاه بکنه. ولی شما میگید باید اصرار بشه، به عکس اعتماد نکنه، طرف بره ببینه و حقش هست. ولی نمیشه. الان آیا میشه این موضوع رو بیخیال شد فقط، یا بریم بگیم خب قبول دیگه، حالا به همین که حد اکتفا میکنم؟ ببینید، اولا این کاری که انجام میشه یه کاری، من اسمشو بذارم حماقت، با عرض پوزش از همه این عزیزانی که این فرهنگ غلط رو دارن پشتیبانی میکنن. اولا این کارتون مخالف هست با فرامین رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. ثانیاً خودتون یکم عقلتون رو به کار بگیرید. شما قرار بعد از یه هفته این دختره رو با تمامش بدید تحویل اون آقا پسره. این مال اون میشه، اصلا از شما کنده میشه، ناموس اون میخواد بشه. خب الان یعنی اینی که این رو ببینه، خب اون وقت همشو میگیره، همش چیزشو میبینه. الان یه چهرهشو میخواد ببینه. خب یک شبهه‌ای که مطرح میکنن جناب دکتر، میگن شاید طرف نپسندید، شاید قبول نکرد. الان ما نمیتونیم که هر کسی که بیاد دختر ما رو بخواد ببینه، امروز عکس بدم دست این، فردا بدم دست اون، پس فردا بدم دست این، طرف شاید قبول نکرد. و تا حدودی تو این از این بعد اگر بخوایم نگاه بکنیم مقداری میشه حق داد بشه. ببینید حتی از این بعد اگر بخوایم نگاه کنیم هیچ حق ندارن. مرد که طرف که دختر داره، آقا دختر داری، این برای پسرت چیکار میکنی؟ برای پسرت حق میدی به خودت بری چهار چشی دختر مردم رو نگاه کنی؟ خب چرا نمیذاری که دختر تو رو ببینن؟ آقا یه نفر بیاد ببینه، 10 نفر بیاد ببینن، چی شد؟ رنگش رفت، نمیدونم اتفاق افتاد، هیچ. الان ببینه نپسنده، بهتره یا ازدواج کرد، دید پسندید، بسیار مجبورن بسیار قبول کرد، ازدواج کرد، نپسندید، طلاقش داد، اون وقت جالبه که حالا مثلا مواردی مثل دفترچه پاسپورت مثلا حالا در فرودگاه، حتی مثلا دختر خانمی که نقاب میپوشه، حالا دختر خانمی که نقاب نمیپوشه که اصلا کلا دیگه واقعا برای همچین خانواده‌ای واقعا عیبه که دختر خانمی که بدون نقاب مثلا صورتش رو همه در خیابان وقتی که میره بازار میاد همه دارن میبینن، نامزدش حق نداشته باشه ببینه، حالا خواستگار حداقل. حالا مثلا فضاهایی که خانم نقاب میپوشه و واقعا کسی ندیده جز محارمش صورتش رو، در فرودگاه ها خیلی وقتا این اتفاق میفته که پلیس فرودگاه میگه آقا نقاب تو بکش بالا من ببینم. اونجا حساسیت نشون نمیده، طرف میگه مجبوره، اما وقتی که خواستگار میاد غلط میکنی ببین. این به هر حال این یک اشتباه هست. حالا هست من جوون چیکار کنم؟ راه حل. یکی از صالحین هست امام سفیان ثوری، میگه که من 20 دختر رو دیدم تا یکیشون انتخاب کردم. از کبار تابعینه. چطور دید؟ تو همچنین فضایی دید. میگه میرفتم پشت به اصطلاح دیوارا قایم میشدم، دختره از اونجا رد میشه تو ببینمش. خدا نکنه برادرت دختره ببینه آدمو که همچین 4 تا بخوابونه تو گوش آدم که تا آخر عمر حرف ازدواج کله آدم هزار راه اگر ما بخوایم این دختر رو بگیریم برای پسرمون، 1000 راه میتونیم پیدا کنیم که پسر و دختره رو ببینیم. از شوخی که بگذاریم جناب دکتر، الان میخوام کمی عملی صحبت کنیم. مرحله اول، یعنی الان من پسر میخوام ازدواج کنم و میخوام خواستگاری بکنم. خانواده رفتن، مادر، دایی، هر کسی که رفته به هر حال نزدیکا رفتن و پسندیدن. من شاید روم نشه که طلب بکنم عکس رو، حتی شاید روم نشه و دوست دارم ببینم. عکس طلب کنم اول یا نه مستقیم تقاضا بکنم که من میخوام ایشونو ببینم، یا منتظر باشم به قول شما مثل امام سفیان ثوری مثلا جاهای گوشه، خب نمیشه، بعضی جاها این مقدور نیست مثلا که طرف بره ببینه. مثلا کسی که خب نقاب میپوشه چطور میخواد ببینه؟ نقاب میپوشه میاد دعوت میشه خونه خاله، دعوت میشه نمیدونم خونه همداماد، خانواده ها میرن،
یک انسانی تو این خانواده بزرگ، یک انسان عاقلی که پیدا میشه که این رسم رو بخواد تا حدودی بشکنه، با شما همراه بشه، عمویی، نمیدونم خاله‌ای، دایی، کسی پیدا، مادر بزرگی، پدر بزرگی، از اینها به اصطلاح کمک میگیرم. باید ببینم، جوون باید ببینه، به عکس اکتفا نکنه، به خواسته به نمیدونم حرف این و اون هم کمک به اصطلاح اکتفا نکنه، چون که هر شخصی دیدش متفاوت است. و البته من خانواده باید به اصطلاح را بیفتن. حالا نمیخواد را بیفته، پسر هم سر به زیرش کرده، مادر هر چه شما بگید، پدر هر چه شما بگید، من مادر و پدر باید این شعور رو داشته باشیم که نباید به این حرف پسر هم اعتماد کنیم. فردا بعد گله میکنه میگه خودتون انتخاب خودتون انتخاب. ما چقدر داریم از این موارد؟ بارها شده. من یکی از همکارام الان پاشو گذاشته تو یه کفش که من میخوام ازدواج کنم. آقا چیته؟ میگه تو دلم مونده، به من نگذاشتن که من ببینمش. همین تو دل مونده. به 4 تا فرزندم داره. خب میخواد ازدواج دوم میکنه که میخواد که به اصطلاح من میخوام که انتخاب خودم باشه. این هم انتخاب خودش بود. ببینید ما اصلا احیانا خودمون رو در مسئله اختیار گول میزنیم. من انتخاب خودم هست، من بالغم، من عاقلم، من راشدم، من فلانم. آقای محترم، عاقل و بالغ و راشدی اینه که من بدونم معنای زندگی چی هست. من عاقلم، بالغم یعنی این رو درک میکنم که من با عقل و شعورم این حد هست که خداوند از من چی خواسته. این معنای عاقل و بالغ بودن. بالغ بودن این قضیه فیزیولوژی نیست که آقا طرف اومد به اصطلاح یک تغییر و تحولات هورمونی درش به وجود اومد بالغ شد. بالغ شدن فهم و عقل و درایت هست. خب اومدی طرف رو میخوای باش ازدواج کنی. ازدواج گفتیم عزیز من، زندگی تو الان چقدر زندگی کردی؟ 20 سال زندگی کردی، 21 25 سال زندگی کردی، الان میخوای تا ابد ادامه بدی این کسی رو که میخوای که به عنوان همسر ازدواج کنی باش. این دنیات هم هست، آخرتت هم هست. میشه. خب این همراه مسیر رو باید با یک فهم، درایت، شعور رو به اصطلاح انتخاب کنم. با انتخابم فرار از محیط نیست. پدر مادر انتخاب کردن، خب منم امضا کردم. جو خانواده من داغون دارم میشم، باید ازدواج کنم. آقا نمیدونم غرایز من طغیان کرده، میخوام که ازدواج کنم. خب این جانب غرایز درسته، جانب نمیدونم عقلانیت، فرهنگ، کفایت، همه اینا رو باید در نظر بگیرم. اینی که من ببینم، ببینید پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میگه سر این چیه؟ چرا ببینم؟ خیلی از وسوسه ها تموم میشه. الان دیگه نمیگم که پدر مادر برای من انتخاب کردن این چه زنی بود که شما گفتید خوشگلیش کجاست؟ خودت دیدی. وقتی که خودم دیدم، الان من همیشه هر انسانی وقتی یک کاری ازش سر میزنه که خودش انجام داده، با اختیار خودش بوده، اون تبعاتی هم که داره تحمل میکنه. حتی سعی میکنه به جای نرسه که تبعات داشته باشه و مشکل بزرگ بکنه. خودم انتخاب کردم چون میدونه اول آخر خودشه. واسه همینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند ببینیدش حتی یؤدم بینکما، تا رابطه و انس در بین شما بیشتر باشه. این فضای وسوسه شیطان رو گم میکنه. حالا من چرا روش این اصرار نکنم؟ 100 بار اصرار میکنم و راه حل در هر محیطی 1000 تا راه حل پیدا میشه. دیگه برمیگرده به ذکاوت و هوش خود. و اینم در نظر داشته باشیم. من نمیخوام که جوونا بیان طغیان کنن تو به اصطلاح صورت پدر مادرشون. شما باید پدر مادر تو بشناسی. طبیعت پدر مادر چطوری هست؟ انسان تقلیدی هست، انسانی هست که با عقل میشه باش کنار اومد، یا انسانی هست که یک نوع به اصطلاح تصور غلطی از دینداری داره؟ چطور این خلاف عفت و آبروی حیثیت ما هست فلان هست. این کسی که مثلا همچین شعور دینی داره میگه بابا شما هم استخاره کنید، منم استخاره میکنم. خب بعد میگه که استخاره کردم دلم نگرفته، حالا من باید ببینم شاید راضی بشم. خب ما در این عکسی که شما آوردید، والله عکس ببینید، من خودم رفته بودم، یکی از عزیزانمون افتاده بود از نخل فلج شده بود فلان، من رفتم به اصطلاح یه پزشکی سوزن زنی، به اصطلاح مهارت پزشک سوزنی و اینا بود، چینی، رفته بودم که از این پزشک مشوره بگیرم که این جوون رو چیکارش کنیم. این پزشک میدونی چی بود آقای سلیمانی؟ تا من دیدمش دهنم وامون. یک
فرشته ای از زیبایی. همین که به اصطلاح شهر میدادم نمیدونستم خودم چی میگم. خب تا خواست شهر بده که به اصطلاح این قضیهش اینه، این فرشته یهو شد چی؟ دیو 8 سر. تا دهنش رو وا کرد کل این زیباییش پاشید. اینه که من میگم که وقتی ببینی یعنی ببینی. چند کلام حرف بزنن با هم کلام حرف بزنن، ببینه چطور نشست و برخاستشیه، ببینیم ما چی کار کردیم. ما یه رسوماتی گذاشتیم، آقا طرف میاد میشینه، همه جوونه خجالت بیچاره سر به زیره. خب اولین بار تو این خونه میاد. دختر خانمه هم چی عادت گذاشتن در بعضی از فرهنگ‌های ما چای میاره. حالا دختره اولین بار میاد با یک زلزله 8 ریشتری میاره که وسط نریزه روی نه این اون میبینه. حالا این خیلی پر رواجه از زیر چشمی نگاه میکنه، اون که دیگه بیچاره تموم. این اگه بتونه زیر چشمی نگاه کنه به داداش اون دختره نشسته اینوری، این چش چپ نگاه میکنه بهش. واقعیت جناب دکتر. خب این واقعیت‌ها رو باید عوضش کنیم. باید بشکنیم. باید اول بشکنیم. حالا تا وجودی که ما بشکنیم و دردسر درست نکنیم، یه فن و فوتایی پیدا کنیم. یه هر چیزی راه حل خودش رو داره. زیرکانه بشکنیم. یه زیرکانه، عاقلانه، نمیدونم سرزده، نمیدونم به هر صورتی. خب یه جوری به اصطلاح طرف رو ببینیم. خب ببینیم بشینه حرف بزنه. حتی وقتی که مثلا حرف میزنیم یکم زیرک باشیم. یعنی سوال، حالا تو یه جوی که به اصطلاح ایجاد شد، رفتیم اونا، پدرم زرنگی کرد از اتاق رفت بیرون، مادر هست، خب ببخشید زینب خانم، یه سوالی بپرسیم که سوال جا داشته باشه واسه حرف زدن، تا حداقل عقلش رو بفهمیم. یکی از مواردی که ما روش تاکید میذاریم زرنگی هست، زیرکیش. خب سوال میپرسم، شما برنامه سفره دل رو میبینید؟ بله. خب آقای عمرا رو بیشتر دوست دارید آقای سلیمانی رو؟ البته آقای عمرا رو. این سوال نشد. شما جلوی چی گذاشتید؟ جلوی 2 تا اختیار. یعنی مثل همون سوالای مثلا کنکور 4 جوابی هست، یکی رو زد دیگه تموم شد. نه، یه سوالی بپرسم که باز باشه. درس تموم شد؟ بله. خب رشته این روانشناسی که شما خوندی چطور اینا؟ چی شد رفتی انتخاب کرده؟ خب برنامه درسیشون چطوره؟ والله خوبه. یعنی تو قسمت مسائل روانشناسی خانواده بیشتر اهمیت میدن. دخترها عادتا نمیخوان زیاد حرف بزنن، خاصتا در همچنین مواردی. خب من چه کار میکنم؟ روی همین جملهش تا تموم شد، روی همین جمله یه سوال میکشم. منظوری تو از این که به اصطلاح روی موارد به اصطلاح روانشناسی کودک بیشتر اهتمام میده یعنی چی؟ خب یعنی بعضی کتابایی که میزنن، البته کتابای غربی ها رو هم بعضی رو ترجمه کردن که با عرف و عادت ما نمیخونه. یعنی چی مثلا روانشناسی کودک دیگه کودک غربی و شرقی نداره دیگه. خب به این صورت من این رو میکشونم. چی یادم میداد؟ زرنگی من. زرنگی خیلی مهم است. یه دختری که میگیرم یه حالو نباشه دیگه. خب ببینید در خانواده یه مشکلاتی به وجود میاد که اصلا نمیدونی سر و تهش از کجا اومد. خب تلفن زنگ زد، خانم در بله آقای سلیمانی خونه هستن؟ نه رفتن خونه مادرشون. تنها رفتن؟ نه آقا عمرا هم اومد با هم رفتن. با ماشین خودش رفت؟ نه ماشین همسایه رو بود به سراغ آقای فلانی میرفت با اونا همراه شدن. خب چرا رفت خونه مادرش؟ گفتم مادرش مریضه، گفته سری بزنم بهش فلان. کل زندگی نامه آقای سلیمانی رو گذاشت. بعد آقای سلیمانی میاد خونه، میراستی یکی از دوستات زنگ زده بود سوالایی میپرسه. چی گفت؟ هیچی دیگه، من زندگی شما رو از سال اول ابتدایی تا دانشگاه همه رو براش تعریف کردم، سیر و پیاز و همه رو، چند تا خواهر داره، خواهراش چیکار میکنن فلان میکنن. این تو میپرسی خب کی بود؟ نامشو نپرسیدم. اون وقت دیگه خدا با آقای سلیمانی صبر بده. یعنی شما با یک زنی حالا یا سکته میکنی یا اگر این زن زرنگ بود، حالا تصور کنید زنه یک همچنین حالتی هست. زن زرنگ چی میشه؟ دو پسر اومد، بچه اومد تو آشپزخونه، چاقو افتاد بود، دست زد، دستشو برید. خانم چیکار کرد؟ رفت تو پانسمانش کرد، تمیزش کرد، نمیدونم فلان. این خانم زرنگه، میدونه چیکار کنه. خانم دیگه چی؟ آی خون زنگ میزنه به شوهرش، آی بیا که چی شده؟ بیا که خودتو برسون، بیا. بچه‌مون از دست رفت.
بچه‌مون از دست رفت فلان. شوهر بیچاره از اونجا سوار ماشین از سر کار بدو تو رو تصادف میکنه 4 نفر رو میکشه فلان الان. اومد رسید خونه چی شده؟ هیچی بچه. یعنی 2 مولکول خون اومده خانم آقای همین چند روزی پیش چی خریده بود؟ ماشین لباسشوییش زنه نمیتونسته ماشین رو روشن کنه، زنگ بزن به حالا اون بنده خدا توی جلسه به اصطلاح کاری خیلی مهم، مدیر یک مؤسسه است، زنگ میزنه که بیا خودتو زود برسون، بیا ببین چی شده. این بنده خدا بترس که نکنه یک بلایی سر بچه‌م اومده، برای خانمم فلان سخت جنین شد چی شد. میره اونجا سر اشکاش ریخته چی هر دکمه رو میزنم این ماشین روشن نمیشه. اینو میخوای چجوری فاجعه است این حرکت ها. اینه که میگم حتی زرنگیش یکی از مواردی که تو میذاریم از اون 10 مورد اینه که بذار یک زنی باشه که زرنگ باشه. خب این زرنگی رو شو از کجا بخلق؟ این سواله که الان شما میخواید برو تو اچل بندازی که خب چطور بفهمیم که زرنگی چنده. محیط خانواده، مادر، دخترها، پسرها، برادرها، این اون زرنگیشو من نیاز نیست که ببینم. این زرنگیش رو اگه مادر تایید کرد، خواهر رو تایید کردن، رو حرفشون میتونم حساب کنم. مشخصه بعضی وقتا از دستپخت‌ها و از حرکت‌ها و از فعالیتش در زندگی، همینی که به نقشش تو خانواده. وقتی پرسیدم از وضع درسیش، وقتی گفتن که تو به اصطلاح نمراتش تو به اصطلاح تو به اصطلاح دبیرستان کلاسای نمیدونم خیاطی گذاشته بودن، کلاسای نمیدونم روزنامه نگاری گذاشته بودن، فعالیت هایی که این ور اون ور داره، اینا من میدونم که زرنگ از یا دست و پا چلفته. حالا جناب دکتر اجازه بدید تو هم موضوع بحث رؤیت و دیدن، محدوده دیدن چقدر باید باشه؟ چون بعضی وقتا ها ما دچار افراط میشیم، بعضی جاها خانواده‌ها اصلا نمیگذارن، بعضی جاها باز خانواده‌ای داریم که اصلا کلا احساس میشه که مقداری در این زمینه خیلی دارن از اون حدی که نیاز هست بیشتر مجال میدن و یا خود حتی دو طرف در فضایی به بهانه ازدواج و عقد وارد میشن در یک محبتی، حال مخصوصا با این وسایل ارتباطی که الان ما داریم از طریق صفحات فیسبوک اینترنتی و موارد مختلف دیگه، دیدن، صحبت کردن، گفتن، خندیدن قبل از خواستگاری و نمیدونم با هم تصویری صحبت کردن، قول و قرارا رو گذاشتن و تو از چه رنگی خوشت میاد، من از چه رنگی خوشم میاد، من اینطور اونطور، اصلا حتی ظرف و ظروفشون هم مدلش هم انتخاب میکنن که چی بخریم. و حتی بعضی جاها مشاهده میشه که متاسفانه حتی طرف یعنی خیلی راحت با هم بیرون میرن، این بر میرن، هنوز نه عقد خواستگاری شده نه عقد شده، با مجرد به بهانه اینکه ما میخوایم با هم آشنا بشیم، همدیگر رو بشناسیم، که به درد هم میخوریم و یا به درد هم نمیخوریم. و حالا یا شاید مجرد خواستگاری بعضی وقتا حتی قبل از عقد سفری هم با هم میرن و این محدوده الان محدودی شناخت، محدودی رابطه. خب وقتی که دو نفر میخوان با هم دیگه بشینن، حقشون هست هم دیگه رو ببینن، حقشون هست که حداقل بحث ذکاوت و هوش و شناخت چیزهایی ازم بپرسن در یک فضای. این فضا تا چه حد باید باشه؟ خط سرخاش کجاست؟ محدودش کجاست؟ و حد اقل و حد اکثرش چقدره که ما همونجوری که نباید دچار افراط بشیم، باز از این طرف بوم نیفتیم پایین، باز از اون ورش نیفتیم پایین. ببینید اینو ما خودمون میتونیم حد و مرزشو، ما جوونا میتونیم حد و مرزشو رو تعیین کنیم وقتی بفهمیم که هر یک از دیگری چی میخوان. طبیعت مرد در ازدواج طغیان غریزه جنسی است. مرد از زن در فکر اول اشباع غریزه جنسی رو میخواد. زین للناس حب الشهوات من النساء. خب حب و شهوات رو خداوند اگر این در مرد نباشه ازدواج نمیکنه. اصلا کنن الله تعالی میفهمه من آدم مرد اینجوری خلق کردم. خب وقتی که فطرتاً خداوند متعال مرد رو اینجوری خلق کرد، خب بنا به حکمت‌هایی است. مهمترین همین اینه که حالا مردی که ازدواج میکنه یعنی چی؟ نسل اضافه میشه، نسل مردی که ازدواج میکنه آقا مسئولیت به دوش میگیره، خودش رو تو 1000 تا به اصطلاح دردسر میندازه، کار میکنه، تلاش میکنه، تکاپل داره، همه که مسئولیت خیلی سنگینه. بله. خب این میتونست غریزه جنسیشو هر طوری اشباع بکنه، درسته، اما توی معیارهای ارزش‌های اون رو نگه داشته. خب جوامعی که ارزش‌ها نیست، ارزش‌ها شکسته، مردها ازدواج نمی‌کنن.
در غرب چرا مرد ازدواج نمیکنه؟ در نمیدونم شهرهای به اصطلاح فاسد ما که اونجا صیغه رو بازارش رو گرم کردن، چرا مرد نمیخواد ازدواج کنه؟ انگیزه ای نداره. انگیزه اش که به اصطلاح اون محرک اساسی بود، محرک رو از راه حرام داره اشباع میکنه. خب الان دختر خانوما باید بدونن که هر مردی فطرتاً غریزتاً، حالا این مرد میخواد شیخ الاسلام باشه، نمیدونم خودش رو متقی ترین فرد دنیا به اصطلاح بدونه، این غریزه جنسی رو میخواد. درست. در اولویت کارش اینه. قضایای دیگه هم مد نظرش هست، زیبایی مد نظرش هست، عقل و درایت مد نظرش، عفت مد نظرش هست، بنا به شخصیت خودش. خب زن چی میخواد؟ زن آخرین موردی که روش فکر میکنه غریزه جنسی است، برخلاف مرد. زن چی میخواد؟ زن امنیت میخواد، مهر میخواد، عطوفت میخواد، محبت میخواد. یک زن در پی اینه که زن در پی خانواده است. یه چتر بالا سر میخواد، یه چتر میخواد خانواده تشکیل بده، میخواد مادر بشه، میخواد شخصیت زنانگیش اونجا پیدا بشه، نمیخواد آلت دست شهوت مرد بشه. خب برای رسیدن به این فضا دخترها احیانا گول گرگ‌ها رو میخورن. هر چقدر مرد صالح باشه و در پی ازدواج باشه، هر چقدر زن در مقابل اون تنازل پیدا کرد، همین به همین اندازه از چشم مرد میفته. یه بار دیگه، اگر مردی بود که آقا این مرد فرشته است، این مرد در اخلاقش، در دیانتش، در همه چیزش بیسته، اومد دنبال یه دختری که به اصطلاح مناسب خودش دید، بله، این دختره تا هر مقداری که از یک مرزبندی که حقش هست، یه مرزبندی شناخت، خب این حقشه، از این مرزبندی هر چه دختر پایینتر اومد به اون مرد فضا داد، به همون اندازه از چشم مرد میفته و وقتی که مرد به کامش رسید اونو یه لگد میزنه میندازتش بیرون. چقدر از دخترایی هستن که چند وقت اینا با پسرها جون میدادند، همه چیز میگفتند، تا اینی که اگر این گرگ تونست اون رو به چنگ بیاره، یه بار اشباع غریزه جنسیش برآورده شد، دیگه اون مرد رو دوباره نمیبینه. دیگه اون تلفن به دنبال بهانه‌های مختلف میگرده برای جدایی. اولین چیزی که هست، ببینید مرد این قسمت عفتی که روش میگیم که عفت و خانم ها، به همین هرچی این سقوط کنه، بیفته، گم بشه، به همون اندازه مرد فراری میشه. مرد اولین چیزی که براش مهم هست، ببینید همونطوری که فطرتاً خداوند متعال در قلب زن اینو گذاشته که یه مرد بیشتر جا نمیگیره. برای همین خیلی کمه که زنها رو مرداشون شک کنن، فکر میکنن چون من غیر از اون رو نمیخوام، اونم غیر منو نمیخواد. دخترها بیشتر گول میخورن. مرد اینطور نیست. مرد رو خداوند طوری خلق کرده که تو قلبش چند تا زن هم جا میگیره. واسه همینه که مرد خیلی زود به زن شک میکنه، فکر میکنه چون من میتونم بیش از یه نفر رو دوست داشته باشم، اونم میتونه بیش از یه نفر رو دوست داشته باشه. همینی که دختر اومد یک کم پایین اومد در جلوی مرد، یعنی یک علامت استفهام گنده ای رو گذاشت کاش تو ذهن آقا پسره. پس اینی که برای من اینطوری عکس میفرسته، خب هنوزی چی نشده برای دیگران هم میفرسته. خب فردا اگر همین این مسائل رفت و به ازدواج هم کشید، این تو ذهن این مرد هست. اینی که اینطور ساده با 4 تا حرف من زده بودم با من کنار اومد، خب کی میگه که با کسای دیگه کنار نرفته پیش از این؟ کی میگه که با کسای دیگه کنار نخواهد رفت بعد از این؟ واسه همینه که اتهام به خیانت، مردا بیشتر زناشون رو اتهام به خیانت مینن، درست، زنا کمتر، چون هر یکی دید خاص خودش رو داره. هر کسی با توجه به شخصیت خودش قیاس میکنه. هیچ وقت اجازه، هر چی که خودت رو بیشتر حفظ کردی، مرد بیشتر شیفتت میشه. هر یه بار که رفتی با مرده
با نامحرم قدم زدی، معناش اینه که خودت رو انداختی زیر پاش، از چشش افتاده، از چشش افتادی. الان اون زن نمیخواد، اون الان کسی رو میخواد که اشباع غریزه جنسی کنه، حتی اگر ازدواج کرد. اون یک هم اتاق میخواد یک همخوابه میخواد، به تعبیر با عرض پوزش. خب الان هرچه این حتی اگر به ازدواج بکشه، یعنی چرا ما آمار طلاق بالا داریم؟ دخترها رو شناخت و نمیدونم با هم میرفتن پارک و با هم رفتن سفر و نمیدونم فلان و علان و بعدش چی؟ ازدواج کردن. چرا ازدواج کردی مرد؟ چون که میخواد به اون هدفش برسه. هدفش رسید، بعد از اون دیگه اون خانواده نمیشه. الله متعال نجات بده همه ما رو از این فتنه ها و از این مصیبت ها. ما من پوزش می‌طلبم از این که بعضی وقتها مقداری صریح صحبت میکنیم، چون احساس میکنم که این مواردی هست که ما باید بشکافیمش، یعنی با مثل کبک سرمون رو زیر برف ببریم و چون خودمون دوربر رو نمیبینیم اون در اون حالت فکر کنیم نیست، این مشکل ما رو حل نمیکنه. و مسئله بسیار حساسی است، مسئله سرنوشت و زندگی نه تنها فقط دنیا بلکه آخرت ماست و موضوعی هست که ما متاسفانه میبینیم در جامعه ما سوء استفاده ها فراوان داره میشه و علاوه خصوص وقتی که رسانه‌های غربی و معلوم الحالی که تشویق میکنن و ترغیب میکنن و این بازار رو دارن خیلی رنگ و جلا بهش میدن. جناب دکتر ما حدوداً 5 دقیقه فرصت داریم، اگر در این 5 دقیقه بحث رو در موضوع آنچه که در برنامه امروز مطرح شد جمع‌بندی بکنید تا ان شاءالله باز ادامه این موضوع در برنامه بعدی مطرح کنیم. ببینید اینجا ما میخوایم ازدواج کنیم، زندگیمون رو هممون دنبال خوشبختی هستیم. حالا وقتی من میخوام خوشبخت بشم باید عاقلانه فکر کنم، سرسرکی نیام. ببینید هر آقا پسری، هر دختر خانومی وقتی خودش تو دنبال بسیار، ببینید عشق با نمیدونم حرف ساخته نمیشه. رابطه ای که با همینجور گذرا اومد، گذرا هم از بین میره. اون حرفی که با اون شخصی رو که شما با 2 کلمه تونستید شکار کنید، با 2 کلمه هم از دست میدید. خب اما وقتی از دستش میدید که دیگه خودتون رو هم از دست دادید. خب واسه همینه که باید این مسائلی که هست اینا رو رابطه هر چه، اگر من میخوام رابطه‌ای برقرار کنم با هر پسری یا دختری، باید این رابطه زیر نور خورشید باشه، واضح و آشکار. هر رابطه‌ای که تنهایی بود، ببین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر وقت 2 نامحرم، یه زن و یه مرد با هم رابطه برقرار کردن در تنهایی خلوت، سومی شیطانه. این خلوت دیگه معناش این نیست که ما بگیریم توی گوشه‌ای، توی خونه‌ای، توی اتاقی تنها باشیم. ما میتونیم توی یک تلفن هم تنها باشیم، توی یک نمیدونم فیسبوک هم تنها باشیم. خب این تنهایی که ما شد یعنی چی؟ اینجا ببینید 2 عنصر ناپخته. میگه که من پختم. آقا اگه پخته می بود این کارو نمی‌کردی. خب غریزه جنسی از طرف مرد، غریزه به اصطلاح تشکل خانوادگی از طرف دختر خانم، این 2 اصلا با هم نمیخونه. خب دختر دنبال چیزی دیگه است، پسر دنبال چیزی دیگه است. اینه که باید این محدوده رو حفظ کنیم. دخترها به خصوص بیشترین کسی که اینجا ضرر میخوره، تاوان میده، دختر خانم هاست. دختر خانم ها وقتی فکر میکنند که همیشه اینجوری است، وقتی شما آدم خوبی باشی فکر میکنی همه دنیا خوبن، وقتی آدم نیرنگ بازی باشی فکر میکنی همه دنیا همینطوری هستند. مثلا همین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی میفرمایند که هر کی گفت همه مردم بدند، هلک الناس فهو اهلکهم، همه مردم بعد نیرنگ باز و نمیدونم با فاسد و چی ان، بدترینشون اینه. داره با اینه که خودش داره اونا رو میبینه، قیاس بر خودش میکنه. خانم دختر خانم خواهشن قیاس بر خودتون نکنید. آقا پسرها شما نیستید. آقا پسرها هم قیاس بر خودشون نکنن که دختر خانم‌ها اون چیزی رو نمیخوان که اونا میخوان. آقا پسرها اون چیزی نمیخوان که دختر میخواد، دختر هم اون چیزی نمیخواد که پسر میخواد. این تضادی که به اصطلاح وجود داره این تکامل خانواده رو به وجود میاره. اگه این نمی بود خانواده به وجود نمی اومد. در الاغا شما خانواده دیدید؟ هر الاغی مادرش رو میشناسه، پدرش رو نمیشناسه. چرا؟ چون که اینا هر دوتا دنبال غریزه بودن.
اونجا دیگه خانواده مطرح نیست، معنی نداره. معنی نداره. خب اما اینجا اینجور نیست. ما یه خلق دیگه هستیم. خداوند ما رو اگر در به اصطلاح حیوانات ذکر و انثی خلق کرد، ما رو اینجا زوجین خواست. ما رو اینجا یک فضای خانوادگی رو از ما میخواد که وجود بگیره، این به اصطلاح نسل بشری به اصطلاح تکامل پیدا کنه. در به اصطلاح حیوانات همین که بچه فیل افتاد از شکم مادرش میره دنبال زندگیشو، میدونه چه کار کنه. ما انسان رو اینطور نخواست. ما انسان باید 2 سال این آقا پسره یا بچه بغل مادرش باشه، 2 سال شیر بخوره تا بخواد به اصطلاح را بیفته. پس اینجا ما یه چیزی دیگه هست، ما یک خلق دیگه هستیم، یک هدف دیگه از خانواده و از وجود ما هست. خیلی ممنونم جناب دکتر، تشکر میکنم از صحبت زیبای شما و از طرف بینندگان عزیزم از شما نهایت سپاس و تشکر رو دارم. لطف دارید. و همچنین تشکر خاص دارم از همه شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو و همچنین سوال‌هایی که دارید با ما در میان بگذارید. گرچه سوال‌های در خلال هفته گذشته به ما رسید، به خاطر اینکه موضوع زودتر به نتیجه برسه این هفته مقداری گفتیم که موضوع بیشتر صحبت بشه. در برنامه بعد حتما ان شاءالله وقت خاصی اختصاص خواهیم داد بیشتر به سوال‌های شما و عزیزان و از راه‌های مختلف میتونید با ما در ارتباط باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو حتما برامون بفرستید و حتما در برنامه مطرح خواهد شد. دیر و زود دارم و سوخت و سوز نخواهد داشت. تشکر خاص دارم از احمد جان کارگردان محترم برنامه و همچنین فرید و منیر احمد عزیز و محمد جان و جاوید جان و مهندس و همه عزیزانی که پشت صحنه تلاش میکنن تا این ارتباط بین ما و شما برقرار باشه. در پایان از الله متعال برای همه عزیزانی که تقاضای دعا داشتن، در خصوص خواهرانی پیام فرستاده بودن که خواستگار نداریم و دعا بکنید، ما جناب دکتر دعا میکنیم به همراه همه شما بینندگان عزیز که الله متعال برای همه خواهرانی که منتظر ازدواج هستن و برای همه برادران عزیزی که دوست دارن ازدواج بکنن همسرانی شایسته برای اونها نصیب بکنه که در دنیا و آخرت سعادتمند دنیا و آخرت باشن، نیکی و خیر دنیا و آخرت رو تجربه بکنن و همچنین برای همه عزیزانی که ازدواج کردن و در فضای خانواده هستن زندگی سراسر محبت، اعتماد متقابل، احترام و خوشبختی در سایه اطاعت و فرمان برداری از الله متعال و دستورات رسول صلی الله علیه و سلم رو خواهانیم و برای همه گذشتگانمون تقاضای بخشش، رحمت و مغفرت داریم از الله متعال و برای ما که هستیم و بازماندیم توفیق اطاعت و عبادت و استقامت بر جاده توحید تا آخرین لحظه حیات رو از الله متعال خواهانیم و از الله متعال می‌خوایم که همین دعاهای ما رو به درگاه خودش قبول بکنه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما. جزاکم الله خیر. شکر.